سلام و درود بپایان دوستان عزیز از سامانه موگام با نقطه لایف. این لحظه از خانه سلطان مراد بابا مراد آمدیم با باغش. بابا جان بخشش پرسیدن عیب نیست. این لحظه میخوایم بپرسیم که از کدام سال شما با باغ پروری یعنی که شروع کردید درباره باغ پروریدن یعنی که معلومات بدید. پسرم این باغ از پدرم نشانه مانده است. پدرم آباد کرد، منم با ما دوام دادیم، نهالای نو شناندیم. شکر حاصل خوب میدید. میدونی از پسرم از حاصلی به دست آوردهمون صاحب خانه و در شدیم، فرزندای توی کردیم، خانه دار کردیم. شکر یزدان مهنت کردیم. حلال کار کنی راحتش هم میبینی. بله بله، یعنی که از خوردی شما با باغ پروری سر و کار دارید. بله بله بله. تو امروز فرزندا را خانه دار کردی از پشت باغ کاری. بله. ها نان خورده از پشت باغ کاری. بله بله. با آدمانی که یعنی که با باغ پروری شروع کرده استودن چی گفتن این بابا جون؟ من گفتنیم که بیاین جای ناآباد آباد کنن، نهال شنانن. یک رهگذری که میگذرد میبیند صدها مراتب تشکر میگوید. با رهگذر یک دانه میوه اگر چشد میگوید که تشکر به آنی که این درخت شنانده است. بله. نشانه شناندن. ما میوهش خوردیم، اکنون ما میشنانیم، میوهش دیگران میخورن. میدونه از باغ انسان اگر مهنتی حلال کند خیلی فایده خوب میبینه. بله بله. تمام مهنت نو کردم. تمام. میریم رفتیم. این همسایه رو دیدی؟ کی؟ این همسایه چو کده ایرا؟ این در اینترنت خریدین ایرا؟ برای باغش نگاه، باغداری باغش ده. دیدی چی میگم؟ میگه همه چی به نان حلال، به نان حلال زندگی میکنم، به نان حلال توی میکنم، به نان حلال. گفتم که شکر یزدان من از صاحب خانه و در شدیم، فرزندای توی کردیم، خانه دار کردیم، مهنتی حلال کردیم. احسن احسن. زنده و سلامت باشین بابا جان. خب این بود سامانه موگام با نقطه لایف. در سامانه موگام با نقطه لایف در یوتیوب، در اینستاگرام در اومده پادپیسات کنین. زنده و سلامت باشین بابا جان. یک جهان تشکر. تشکر. به شما هم تشکر پسرم. بیا یک گپ. بیا همین را میسنجه. چی خیلی بگو؟ چی خیلی آخی؟ کارت نباشه رفتیم. اون چی در سر دوما؟ نه چی در سر اومده بیره بسنجیم. یه همسایه او خیلی به خیر رفت. در اینترنت هم خیلی خش تعریف داره کی؟ خیال میکنم همین وقت خیلی آدم موندگی نیست. باور کن. این خونه همون سفید نیست؟ آخی گوش کن مرا. این پلا بخوا بابا راست دست هم مسفید بوده. همه پرسه که پلا کی دو؟ بابا کی این پلا شیطان روی کرد. چی میگه؟ خیلی برم. گم هم بگو خیلی. من این مسفیده عباس انجام. هم خیلی کنیم. خیلی برم. همین پرسید که کی داد بگو پلا شیطان داد. شیطان روی کرد. میگیرم میگوی. خیلی برم. حاضر. السلام علیکم. سلام علیکم. نازه پرمت. آولا خوبه. سلامتی خوبه. برامت خانه داری. رحمت. اکی سلطان مرادی بابا مراد شما؟ بله من. باشید. انا ایره شما دادم. شما دا هدیه کردم. شکل میشه بودن؟ همین دادن. بگیر. سال. یک پیاله چای. نه رحمت. بابا نمیپرسین ایره کی داد؟ چی فرق دارد کی داد؟ پسرم وقتی که خداوند خواست شیطانم اطاعت میکنه.
این بچه گیجا شده. بچم پارو و زود بیار. بیا. انا بودی پارو بوردم پارو. خندت زن و ریس کم کمت. شد دو. والله برو بده به این ماشین یکم فرق می‌ذارم. خیلی خیلی کردم. یا که خویی کردی باور که خویی شد. من تو پیش که نشیدم با این ماشینی مرد برابر شوم. زور میرفت. این بابا چیکار کرده است باشه؟ چی درخشی نمونده است باشه گفتن بود. های برکلا مونده نباشم بابا. تشکر. چی درخشی نمونده است؟ بچم نصیب باشد پیستا. پیستا؟ بله. با گفتی شنیدی ما میگم پیستا 20-25 سال حاصل میتا. این عمری شما با کای میوه‌شو میخرین اخی. بچم باباهامون پدرامون شینوندن میوه‌شو ما خوردیم. اناکن ما میشینونیم نصیب باشد ابیره و نبیره و چبیره ها میوه‌شو میخورن. بله درست بابا. همه گپت خشم اومده که بابا. خان تزن آفرین. فکری فرزندا رو میکنی، فکری نبیره ها رو میکنی، فکری ما رو میکنی. تشکر. همونجا رو بی پلای یاد پلا رو ببر تیچ اگه مسموش بتیم برا بگی یاد او بتیا بابی انا اینا گیرده مادر دو ایچ خیل میشه ده 100% میشم. بچم عمرتون عمری ارچه باشه، خانه‌تون آباد، زندگی دان شیرین، بی درد و بی غم باشید. ببین نگم که برای چک این بچه ها گفتن که این نهال شما 25 سال پس حاصل میتن. بچه این شیرمردا گفتن که بعد 20-25 سال حاصل میدید. ما من نو شینوندیم الکی حاصل داد. بچه انا تو رفته آب بیاد. تو باری هم اندیشه کرده ای برای فرزندان خود، برای نبیرگان خود، برای نسل نورس از تو چی باقی خواهد ماند؟ شما برای چی اومدید پدر به نزد من شرم میدارم از شما. پدر مرا در نزد رئیسم شرمنده کرده و این لباسهای جزیر. اگر با پدر خود هم خیر رفتار میکنن پدر این گیره ها برای همین فرزندی ناخلفت هیچ توانای حجیره فقط پدر میدونن. نه پسرم من برای خودم نگیرم. 50 سال پیش من با پدری خودم همین کار را کرده بودم. آنچه کردی با پدر از پسر میبینی تو. مادر جانم این خیلی یک دو سر شد؟ غلام کرد نه او کم تریگم مونده بیا. تو این هنر رو هم داشته آنم
خیلی آدمگری شوید. چی میگه؟ الولا بینی گندمو دیلگ ما ایت کندمو